خلیفه دوم عمر بن خطاب که نقل میکنه که اگه کسی نعوذ بالله زنا بکنه ولی پولش رو بده اشکال نداره. خیلی عجیبه. حالا این جذاب‌تره دیگه، حالا برای جوونا بگم این بهتره دیگه، حالا خام شوندی بشن بهتره. اگه زنا بکنن ولی پولش رو بده این اشکالی نداره. لطفاً این معلومات توضیح بدید. اما این فرمایشی که جناب آقای محسنی کردن که از خلیفه دوم نقل میکنن که اگر کسی زنا کنه با یک فردی ولی یک پولی در برابرش بده اشکالی نداره. خب این واقعا از اون حرفای هم شاخداره و هم دمدار و شاید اگر ما مدرک ارائه ندیم آقایان یه مقدار بگن خدای نکرده فلانی دارد جسارت میکنه. این رو کی نقل کرده؟ جناب آقای عبدالرزاق صنعانی. اگر دوستان ما برای شما کنم مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. عزیزان ملاحظه بفرمایند کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی که البته بالای چیز خوب دیده نمیشه ولی از این پایین عزیزان میتونن ببینن. مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 407. خب ببینید حدیث شماره 13635 عبدالرزاق صنعانی که دیگه مورد وثوق هست که ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثا، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما از او خلاصه دست بر نمیداریم. آقای ابن عیینه که سفیان ابن عیینه است که امام امیرالمؤمنینه، ولید ابن عبدالله ولید ابن جمیع هست که هم ابن حجر توثیقش از 10 و من 12 نفر از بزرگان اهل سنت دارم در رابطه با قضیه محلای ابن حزم. ابن سعد توثیقش کرده، ابن حبان توثیق کرده، خود آقای مزی توثیقش از بزرگان نقل کرده. ابوالطفیل هم که از صحابی پیغمبر سند از نظر آقایان اهل سنت کاملا صحیحه. خب بفرمایید این امرأتن اصابها جوعون، یک خانمی برای شما بیابان بود گرسنه شد، فاتت رائیان، آمد به یک چوپانی رسید، فسألت الطعام، و من گشتم یه مقدار من غذا بده، فابا علیها حتی تعطیه نفسها، خب من غذا نمیدم مگر اینکه خودت در اختیار من قرار بدی و من با تو زنا کنم. قالت، این خانم گفت فحسالی 3 حتیات من تمر، 3 مشت خلاصه خرما به من داد و خلاصه بعد از اینکه 3 مشت خرما به من داد من خودم رو در برابر این 3 مشت خرما در اختیار اون قرار دادم. بعد میگه من از گشنگیم خیلی برام مشکل بود. فاخبرت عمر، این خانم آمد پیش عمر ابن الخطاب، گفت بله من تو بیابان گیر کردم گشنم بوده، این چوپانه 3 مشت خرما 3 مشت پر حتی یعنی 3 مشت پر خرما به من داد و با من زنا کرد. فکبر، عمر تکبیر گفت الله اکبر الله اکبر، مهرون مهرون مهرون. این در حقیقت 3 مشت خرمایی که به تو داد با تو زنا کرد این در حقیقت مهرش بوده. کل حفنت المر، هر یه مشت خرمایی هم که به تو داده بوده چیه؟ این یک مهری بوده. و در انحل حد یا و در انحل حد. خب این روایت رو که ما آوردیم سندم صحیحه، هیچ مشکلی نداره. و جناب عمرم گفت این پولی هم که داده به اید هر کدام از این مشت خرمایی که داده یک مهره. این آقا میگه شرط ازدواج این است تو شاهد باشه. تو این بیابان این خانم که خلاصه خودش در اختیار این چوپان قرار داد شاهد بود، اجازه ولی بود، آیا ایجاب قبولی خوانده شد؟ خب به ما جواب بدن. این دیگه قضیه است که کاملا واضح و روشنه. جالب این است که همین روایتی که ما از عبدالرزاق صنعانی برای شما کنم آوردیم همین عبارت رو کنز المال متقی هندی جلد 5 صفحه 417 آقای ابن حزم اندلسی در محلا جلد 11 اگر اشتباه نکنم صفحه 250 نقل میکنه. بعد جالب این هست که خود ابن حزم در همون صفحه 250 روایت دیگری را هم برای شما عرض کنم نقل میکنه. میگه برای شما عرض کنم یه خانمی میگه من خودم داشتم
گوسفند میچراندم. خلاصه یک آقای آمد و برای شما عرض کنم یک چیزی در اختیار من قرار داد، یک پولی چیزی قرار داد در اختیارم، با من زنا کرد. برای شما عرض کنم حفن علی حفنة من تمر، یک مشت، اونجا 3 مشت بود، اینجا 1 مشت خرما به من داد، ثم اصابنی، با من زنا کرد. بعد برای شما عرض کنم عمر گفت ما قلت که چی گفتی؟ فاعادت، اعاده کرد. بله من داشتم گوسفند میچراندم تو بیابان، یه آقای آمد 1 مشت خرما به من داد، با من زنا کرد. فقال عمر ابن الخطاب و یشیر بیده مهرون، همین 1 مشت خرمایی که به تو داد با تو زنا کرد این مهر دیگه، اشکالی که نداره. آقایان مراجعه کنن محلای ابن حجر جلد 11 صفحه 250، مجموع جناب آقای نووی از استوانه های فقهی شافعی ها جلد 20 صفحه 25. خب این چیه؟ بعد جالب اینه که تعدادی از فقهای اهل سنت به استناد همین روایت رجل استأجر امرأة لیزنی بها، زنی را کرایه کرده، فقط کرایه کرده که با او زنا کنه. فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه، جناب امام اعظم ابو حنیفه گفته هیچ حدی نه به مرد نه به زن. آقا بفرمایید مراجعه بفرمایید مبسوط سرخسی رو ببینید، جلد 9 صفحه 58، نشر دارالمعرفه بیروت. آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای به نام حنابله در کتاب المغنی جلد 9 صفحه 37، چاپ دارالفکر بیروت سال 1405 هجری. آقای ابو مظفر حنبلی در کتاب اختلاف الائمه العلماء جلد 2 صفحه 259 سد ابن جوزی نقل کرده و دیگران تمام این قضایا را آوردن. در کتاب مجمع الانهر که یکی از کتاب‌های مبسوط فقهی اهل سنت در جلد 2 صفحه 349 نقل میکنن بر اینکه من استأجرها لیزنی بها، زنی را رفتن کرایه کردن با او زنا کنند، فانه لا یحد عند الامام، این خانم حد زده نمی شود در نزد امام اعظم ابو حنیفه. لانه رویه، دلیل ما چیه؟ روایت داریم برای شما عرض کنم، یک خانمی که با او زنا کرده بودند و 1 مشت خرما داده بودند، فدرع عمل الحد عنها و قال هذا مهرها، همون قضیه چوپانه. آقایان مراجعه کنن مجمع الانهر جلد 2 صفحه 349، تحقیق برای شما عرض کنم جناب آقای خلیل عمران منصور، نشر دارالکتب العلمیه بیروت، سال چاپش هم 1419 شمسی و 1998 میلادی. و جالب این هست در کتاب الفتاوی الهندیه که در حقیقت فتاوای آقایان احناف را آورده، در اونجا به صراحت می نویسد کذا فی المحیط استأجر امرأة لیزنی بها او لیتعها فقال خذی هذه الدراهم لأتعک، این چند درهم پول رو بگیر من میخوام با تو زنا کنم، یا نه مکنینی بکذا، خودت رو در اختیار من قرار بده در برابرشم اینقدر بهت میدم. ففعلت، این زنم خودش در اختیار رو قرار میده. لم یحد، این آقا دیگه به هیچ وجهی چیه؟ حد زده نمی شود. یعنی اگر کسی بره با زنی زنا کنه پولی، خب تمام این مراکز فسادی که در دنیا و کشورهای مختلف همش همینه، کسی میره با زن بدکاری زنا میکنه در برابرش هم پول میده.